نه با سلام خدمت خیرین بنیاد نیکان. امروز 27 آذر ما برای توزیع بخاری اومدیم تو منطقه غریب آباد. خب خانواده های بسیاری مشکل داشتن و از ما درخواست داشتن که کلیپ بگیریم برای شما ارسال کنیم، انشالله که شما در کنارشون باشین. این خانواده که اومدیم سرپرست خانواده تو تصادف فوت کردن. این خونه هم که مشاهده میکنین اجاره هستش و تنها سرپرست خانواده همین پسری هستش که شما تو کلیپ مشاهده میکنین. اینم ضایعات جمع میکنه تا بتونه خرج خونهش رو بده. مادرشون بیمار دیکس کمر داره، اون بچه کوچیک دیگه هم که دارن اونم بیماره و نیاز به دارو، ارزاق، پوشاک و این لوازم رو اینا نیاز دارن. ما از خیرین بنیاد نیکان درخواست داریم که نتونسته مدرسه بره، خودتون مشاهده این میکنید. ضمناً آره همینطور که دوستمون گفتن ایشون به خاطر اینکه کفش ندارن نتونسته مدرسه بره. از شما خیرین بنیاد نیکان ما استعداد داریم که کمک بکنیم تا بتونیم براشون کفش و اینا تهیه بکنیم.